چند پیشنهاد دارم. همین حدود 70-80 نفرم اینجا هستیم. حداقل از خودم که شروع کنیم کار نیک کردیم. مثلا تاجیکانه بیاندیشیم، تاجیکانه رفتار کنیم، به این معنا که شما فامیل دارن هر کنم در خانه پستکارت‌های از تاریخ تاجیک، شخصیت‌های تاجیک، جشن‌های تاجیک در خانه، همون گونه که عکس‌های فرزندارم میگذارن در پشت یخچال. ببخشید همون گونه عکسای شخصیت‌های تاجیک هم بگذارن که اونا یک سوال برشون خلق شده که پدرجانی چی است، کی است، مادرجانی کی است، تاریخش چی است. این گونه شما کمک میکنن که تاریخ آیسا بدانن و افتخار کنن بخاطر که متاسفانه تاجیکان از این افتخارات دور شده و او سنس آف پراید نداره. کسی که افتخار به چیز نداره و دیگه چطور میتونه هنوز دفاع بکنه؟ مثلا و در میدیا جایی که تنها پشتونیزم به عنوان یک تفکر فاشisتی ما را زدن نتونسته، یعنی غیر پشتونا را فارس زبانه افغانستان را زدن نتونسته، میدیا است که میدیا اکثر در دست ماست و این نشان میده که ما طبیعتاً با اونا غالب هستیم. طبیعتاً این که چند رهبر نمیدونه از حوزه ما دفاع کنه، از دستاورد ما دفاع کنه، گپ علیده است. و شما در بحثام که میبینید وقتی در یک گفتمان از قومی میشه، از هر قوم، خب 45 قوم یا 43 قوم نمیگم، همین چند قومی که هست، تاجیک، پشتون، ازبک، هزاره، اینا رو که دعوت بکنی دمون جام یک بچه است، یک پشتون، 3 دانه غیر پشتون است، شما دمون جام برنده هستین. یعنی از این گونه، از این شوا میتونیم ما بعضی کارهایی که هست و بکنیم و نسل جوان از این آگاه بسازیم. میخواستم یک پیشنهاد بکنم که همگی حالی به تلفن، به اسمارت فون دسترسی دارن. چرا خارجی ها اکثرا نمیدانن که ما معترض هستیم در افغانستان یا در بیرون افغانستان، یا نمی حوزه معترض است، نمیدانن. شما در تویتر یک اکانت جور کنین، کسایی که از به نمایندگی از شما، چی در میدیا، در فیسبوک البته یا در تویتر است، به نمایندگی از شما دفاع میکنن، مبارزه میکنن، البته بسیار کسایی هستن در اونجا، از امو رو پروموت بکنین، امو رو لایک کنین، امو رو شیر کنین تا صدا برسه به یک نفر، تا صدا برسه. اگر کار نکردیم در حقیقت تنبلی کردیم. و کار ما چرا این کار میگیم که ما بکنیم؟ به این خاطر که اونا دولت دارن، دولت پول میده، خانه هست، مردم ماش میتن، این کارا میکنن و مراودات خود ترویج میتن، ولی ما بدون پول هستیم ولی احساس داریم، مبارزه میکنیم. عدالت خواهی یعنی نیاز به پول داره ولی شرط اساسی پول نیست، میتونیم بی پولم چیز کنیم. و میخواستم یک چیز دیگر هم مطرح بکنم. وقتی که ما میخوایم مبارزه طولانی بکنیم، فعلا حزبی که در افغانستان از حوزه ما فعالتر است، نفوذ زیاد داره، حزب جمعیت است. حزب جمعیت متاسفانه رهبریش یک خیلی مذهبی فکر میکنن. ما کوشش کنیم که جوانای ما را، جوانای معتدل ما را، چی راستگرا باشه چی چپگرا باشه، وارد این حزبا بکنیم، یا حزبای بدیل به هر حزبی که باشه وارد اجنا بکنیم تا اونا از حوزه ما چیز کنن، دفاع بکنن، از مردم ما دفاع بکنن، تا اینکه یک افراطی مذهبی بیا سخنگو یا در سطح رهبری قرار بگیره، چرا یک بچه معتدل تاجیک نه اونجا از ما دفاع نکنه. صرف همیشه میخواستم بگم. و یکی دیگه که آخری پیشنهادم این است که اونایی که فرزنداشون بزرگ شده یا دارا بزرگ میشن، کوشش کنن در اینجا در هر کاری که میکنن، اولا کوشش کنن برن به ارگانهای دولتی، اگر نمیکنن در هر عرصه‌ای که میخوان فعالیت کنن، کوشش 100% دون باشه که او بهترین بیاید. وقتی او بهترین بیاید الگو شوه، بعد اون آدمی که از تاریخ خود با خبر است، از فرهنگ خود با خبر است، او چه کار میکنه؟ او ظلمی که سر شوه از او دفاع چیز در برابر از او میسته، استاد میشه،
خدا کنه در هر کشوری که باشه سیتیزنش، مثلا شما مثال سادهش همین سیاه‌پوستای امریکا رو ببینین، در NFL پلیرایش بازیکناش وقتی که ظلم سر سیاه‌پوستا شد استاد شدن، همگی گپش شنید. یعنی شما اگر اینجا مثلا دمی هالند اگر چند دانه یا چندین جوان داشته باشین که مطرح باشد، یا در فوتبال یا در والیبال یا در بسکتبال یا در، اگر اینجا اینا صدای تاجیکا مظلومیت تاجیکا را بیرو بکشن، طبیعی است که رسانه ها گوش میدن به اینا. اکثریت جوانای ما تاریخ تا کجا میدونن؟ تا زمان احمدشاه عبدالی، بس پیشتر از اون نمیرن. و از او تاریخ افغانستان هم که سعی کنید چی دبیرستان باشه چی دبستان باشه، تمام جل یا روایتی است که افغانا جور کردن و او غیر افغانی که بزرگ میشه با این تاریخ طبیعی دیگه میبینن اینمی قوم است آمده افتخارات آفریده، جنگ کرده، با هند جنگ کرده، با مغول جنگ کرده، نمیدونم با روس جنگ کرده و امی قومی است که پادشاه ساز است و نمیدونم این گپا. خب طبیعی دیگه او سایکولوژیکلی از دید روانی زیر اثر نمودی یک دیدگاه میره. تو رو دیگه چگونه میخوای استاد شده مقابل انت یک دیدگاه، در مقابل انت یک سایکولوژیکال واری که هست، در برابرش هر روز مکتب میره و میخونه که فلانی خان حاکم فلانه جای بوده، ما تا کشمیر بودیم، تا کجا بودیم، این روایت شما چگونه میتونین بشکنانین؟ این شکستاندن از این من اهمیت داره. من نسل جوان میخوایم این رو به من بشکنانین. اگر شما نمیشکنانین ابزارا رو بتین به ما میشکنانیم. و وقتی که شکستی روایت شکست، نسل غیر افغان چه کار میکنن؟ اینا میگن امی سرزمین مال ماست. شما یک در بین غیر افغانان در جوانان خیلی کم شما از جوانان رو پیدا میکنید که سنس آف اونرشیپ، یعنی احساس مالکیت داشته باشه. افغانستان کشور افغاناست، افغانا این تاریخشان است، این شاهشان است، اون نداره به چی بجنگه؟ صرف از که یا سرباز شوه یا مامور شوه، اما فکر ماموری شوه در ذهنش بکشیم که سنس آف اونرشیپش بدیم که نیمی آقا جان این کشور است توست، اینجا تو تاریخ داری، سرزمین توست. اگر کسی آمده یا به زور آمده، برازا آمده، از رخدادهای تاریخی باید شده که آمده، صحیح درست آمده، ولی تو هم زمیندار همی کشور هستی. این گونه البته در جانب مقابل خیلی وحشتناک سنس آف اونرشیپ در بین از باز. شعارشان این گونه است، میگه تا یک افغان است زنده افغانستان است. این خیلی مهم است. تا یک افغان زنده افغانستان است، به این معنی که ما از این افغانستانی که ما با خود جور کردیم با اون دیدگاه فاشیستیشون، این دیگه من تا آخرین نفرم از این حفاظت میکنم. اینا شما ببینید که ما در برابر چی رقم یک تفکر قرار داریم. زدن این تفکر به نیروی جوان نیاز داره، ولی با همکاری شما وقتی کارا کردن، یک سنس آف پاتریوتیسم، یعنی علاقمندی به کشور در میان همین نسل جوان پیدا میشه. این که پیدا شد دیگه نیاز نیست شما یک نفر بگین که بخیر از کشور دفاع کو میخزه. اگر غنی بگه که مثلا 4000 سال 3000 سال ما تاریخ داریم، 2000 سال تاریخ داریم، کشور افغانستان میگه آقا کشور ما است، اگستوس از ما است. یعنی این رو باید ترویج بکنیم در میان از و سه چتر دیگه در افغانستان متوجه شدیم که وجود داره. این چترها را حالا شما چه رقم میزنین، چه ابزارات رایل شه، شما از ما بهتر میدونین. یک چتر اسلامگرایی افراطی. اسلامگرایی افراطی را پاکستان، جمع عربستان سعودی با افراطیای داخل، البته بعدش خودشان به دین عقیده ندارن ولی استفاده ابزاری میکنن تا دین وسیله بسازن، ما را، فرهنگ ما را، تاریخ ما را بزنن. این اسلامگرایی افراطی را دارن آیستا آیستا ترویج میتن در مناطق مرکزی، در مناطق سمت ما و شما. چه کار میکنن اونا؟ خودش دیگه باز 10 سال بعد یا 5 سال بعد دیگه به طالب نیاز نداره، به طالب جنوبی یا به طالب وزیرستانی. طالب از منطقه خودت استاد میشه، علی خودت، علی فرهنگت، علی تاریخت. همین که ملا در مسجد در تبلیغ میکنه که یا جشن مهرگان یا ای که
نوروز جشن زردشتی هاست یا جشن مجوسی هاست با واژه بسیار رکیک، جشن مجوسی هاست. نفرین است، نفرین برش میفرسته، بعد میگن که از این تحلیل نکنین. دین ابزار قرار داده و ما را میزنه سر خودم این نفر، یا سر تاجک یا سر ازبک یا سر هزاره. یعنی ما در این مورد باید کار بکنیم. اگر خود ما را مثلا خود ما هستیم یا فامیلای ما یا دوستای ما، همین کار را باید بکنیم. دوم دیگه که پشتونیسم تعریف یا نراتیف یا گفتمانی که در افغانستان داره گفتمان غالب است. وقتی ما پشتونیسم میگم جدا از پشتوناست. چرا پشتونای عام یک چیز ثابت ساختن در انتخابات 2014 که اکثریتشان در کنار پشتونیسم استاد نمیشن. چرا اگر نمیشدن به دکتر عبدالله رای نمیدادن. یعنی باید جدا کنیم پشتونای عام با پشتونستایی که فاشیست هستن. و دوم امی گفتمان چی نگاه کرده؟ هویت افغانی، بیرق افغانی و خود کشور به نام افغانستان. امی هویت افغانستان ما یگان بار گیر میتیم به می صرف واژه افغان، ما افغانیت قبول نداریم. شما بریم بالا امی چتر افغانستان، امی نامه که به شما بزنین این دیگه خب هویت بیاد معلوم است، تاریخ هم ثابت ساخته قومی است. شما اگر نام تغییر دادین این هویت خودش قومی است، گنجایش یا امو ظرفیت نداره که به عنوان هویت ملی مطرح شود. یک نفر میگه خب این تاریخ ثابت ساخته که این هویت قومی است. این هویت قومی های گنجایش یا ظرفیت از این رو داره به عنوان هویت ملی مطرح شود؟ نداره. چطور تحمیل میکنی؟ خب حالا اونا میگن که افغانستان کشور ما به نام افغانستان است، هویتش ملیش هم افغان. قبول نداری برو کشور. خب اینالی امو گپ دکتر پدرام است که واقعا و زمانش رسیده که سر از نام کشور باید صحبت شود. که البته دیدگاه خودم این است که نام استعماری است، استعمار سر جغرافیای ما گذاشته، این را باید ما کمتر بکنیم.